امروز چشامو که از خواب باز کردم گفتم بعد برای شما یه غذای جدید محلی در این حال سالم و مقوی و نشاط‌آور رو براتون معرفی کنم. تصمیم گرفتم یه غذای محلی خودمون رو به نام چنگال پنیر بهتون معرفی کنم. یه غذای فوق‌العاده خوشمزه که ترکیب شده از پنیر و نون و خیار و گردو. البته میتونید سبزی هم بهش اضافه کنید. 2 تا خیار رو پوست میکنیم، بعد از اون رنده میکنیم و در کنارش پنیر، 2 نوع پنیر داریم. من معمولا پنیر سفید و پنیر لیقمان رو بهش اضافه میکنم. گردوها رو میشکنیم و مغز اون رو میکوبیم و به شکل پودر در میاریم که به غذامون اضافه بشه. تقریبا 2 تا نون محلی رو توی ظرف بزرگ خورد میکنیم. پنیر، گردوی کوبیده شده و خیار رو به اون اضافه میکنیم و با دستامون اون رو چنگ میزنیم، به خاطر همین هم به اون میگن چنگال، تا یه مخلوط همگن از اون درست بشه. این مخلوط رو توی بشقاب سرو کنید و بعد همراه با یه چای دبش قند پهلو سرو بکنید، بزنید به بدن و لذتش رو ببرید. کانال من رو سابسکرایب کنید تا غذای جدیدم براتون بذارم. مرسی از حمایت شما. روز خوش.